سلام دوستای عزیزم، روزتون بخیر. امروز با واگنس شماره 13 در خدمتتون هستم. ممنون که با لایک و کامنتاتون از من حمایت میکنید. کانال منو سابسکرایب کنید و از همه واگن ها استفاده کنید. سوال 1. Warum kann das Befahren dieser Straße gefährlich werden؟ چرا رانندگی در این خیابان میتونه خطرناک باشه؟ Weil entgegenkommende Kraftfahrzeuge erst spät erkannt werden. زیرا وسایل نقلیه که از روبرو میان برای ما دیر قابل شناسایی هستند. Weil schlecht beleuchtete Fahrzeuge schwer zu erkennen sind. زیرا وسایل نقلیه که با نور ضعیف و بد هستند به سختی قابل دیدنند. Weil Personen auf der Fahrbahn leicht übersehen werden. به دلیل اینکه افراد در این جاده به راحتی دیده نمیشن، یعنی به راحتی قابل نادیده گرفته شدن هستن. جواب درست. بچه ها توی این خیابون ماشین هایی که نور مناسب ندارن سخت دیده میشن و همچنین افراد توی این خیابون به راحتی نادیده گرفته میشن و سخت تشخیص داده میشن. سوال 2. Wie müssen Sie sich bei einem Stau im Tunnel verhalten؟ چجوری باید با یک ترافیک داخل تونل رفتار کنیم؟ Fahrzeugsischen und umgehende verlassen. خودرومون رو ایمن کنیم و اون رو ترک کنیم. Bei Stillstand mit ca. 5 Meter Sicherheit Abstand zum Vordermann anhalten. فاصله ایمنی 5 متر رو تا ماشین جلویی حفظ کنیم. Warnblinklicht einschalten. چراغ‌های خطر رو روشن کنیم. جواب درست. ما باید بچه‌ها فاصله ایمنی 5 متر رو تا ماشین جلویی حفظ کنیم و همچنین چراغ‌های خطرمون رو روشن کنیم. سوال 3 ویدیو داریم. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten؟ الان باید چجوری رفتار کنید؟ Ich weiche nach links aus. من به سمت چپ تفره میرم یا انحراف پیدا میکنم. Ich halte das Lenkrad gerade und fest. من فرمون رو مستقیم و محکم نگه میدارم. Ich führe eine Gefahrbremsung durch. من یک ترمز اضطراری میگیرم. جواب درست. بچه توی این موقعیت وقتی یه حیوانی وسط جاده میپره ما باید فرمونمون رو محکم و صفر نگه داریم و به مسیر مستقیممون ادامه بدیم و همچنین یک ترمز بگیریم. سوال 4. Warum ist das Vorbeifahren an dieser Unfallsituation gefährlich؟ چرا رد شدن از این موقعیت تصادف خطرناک هستش؟ Weil Folgeunfälle möglich sind. زیرا احتمال وقوع حوادث بعدی وجود دارد. Weil Verkehrslage unklar ist. به دلیل اینکه وضعیت ترافیک نامشخص هست. Weil Fußgänger übersehen werden können. به دلیل اینکه عابرای پیاده ممکنه دیده نشن. جواب درست. هر سه تا گزینه هستش. سوال 5. Welche Folgen kann es haben, wenn man unter Einwirkung von Drogen, zum Beispiel Haschisch, Heroin, Kokain, eine Kraftfahrzeug führt؟ سوال میگه وقتی ما تحت تاثیر موادی مثل حشیش، هروئین و کوکائین هستیم چه عواقبی میتونه برای رانندگی ما داشته باشه؟ Geld und oder Freiheitsstrafe. جریمه نقدی و یا زندان. Entzogen Fahrerlaubnis oder Fahrverbot. ابطال گواهینامه رانندگی و یا ممنوعیت رانندگی. Anordnung einer medizinischen psychologischen Untersuchung. ترتیب یک معاینه پزشکی و روانشناسی برای اون فردی که رانندگی میکنه. جواب درست. هر سه تا گزینه هستش. سوال 6. Was kann Haschisch-Konsum bewirken؟ مصرف فراورده های حشیش چه اثری دارد؟
Rausch mit gefährlichen Sinnestäuschungen und Herabsetzung des Reaktionsvermögens. مسمومیت با توهمات خطرناک و کاهش توانایی واکنش. Verbessert Zeiteinschätzung. بهتر شدن تخمین زمان. Rausch mit Verwirrtheitszuständen und Depression. حالت سرگیجه و مستی با احساس افسردگی. جواب درست: مصرف حشیش باعث توهم و کاهش توانایی واکنش میشه و همچنین باعث سرگیجه و افسردگی میشه. سوال 7. Warum ist bereits der einmalige Konsum von Drogen für die Teilnahme am Straßenverkehr gefährlich؟ چرا مصرف یکباره داروهای خطرناک برای کاربرای جاده خطرناک هست؟ Weil es zu Fahrtätigkeit führen kann. به دلیل اینکه باعث کاهش توانایی رانندگی میشه. Weil er Wahrnehmungsstörungen verursachen kann. به دلیل اینکه موجب اختلال در درک میشه. Weil er einen mehrstündigen Rausch verursachen kann. به دلیل اینکه میتونه باعث افزایش چند ساعته حالت مستی بشه. جواب درست هر سه تا گزینه هستش. سوال 8. Welche Auswirkungen kann der Konsum von Cannabisprodukten auf den Fahrer haben؟ مصرف کانابیس چه تأثیراتی روی راننده داره؟ Die Blindfähigkeit nimmt ab. حساسیت به تابش خیره کننده کاهش پیدا میکنه. Die Konzentration auf das Fahren nimmt ab. تمرکز بر روی رانندگی کاهش پیدا میکنه. Die Aufmerksamkeit für das Verkehrsgeschehen nimmt ab. توجه به ترافیک کاهش پیدا میکنه. جواب درست مصرف کانابیس بچه‌ها باعث کاهش تمرکز و همچنین توجه به رانندگی میشه. سوال 9. Welche Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großem Seitenabstand überholt werden؟ از چه وسایل نقلیه‌ای فقط در صورتی که فاصله جانبی مناسب رعایت بشه اجازه سبقت داریم؟ فاقدا، دوچرخه‌ها، Straßenbahn، ترامواها، موتورقدا، موتورها. جواب درست بچه‌ها دوچرخه‌ها و همچنین موتورها باید وقتی میخوایم ازشون سبقت بگیریم فاصله جانبیمون باهاشون مناسب باشه. سوال 10. Sie möchten nach links abbiegen. Wenn müssen Sie Vorrang gewähren. شما میخواهید به سمت چپ بپیچید. به چه کسی باید حق تقدم بدید؟ Entgegenkommenden Radfahrern. دوچرخه سوارهایی که از روبرو میاد. Fußgängerin welche die Straße überqueren wollen, in die ich einbiege. آبرای پیاده‌ای که میخوان از خیابون عبور کنن و همون خیابون که من میخوام بهش بپیچم. Entgegenkommenden Kraftfahrzeugen. وسایل نقلیه و خودروهایی که از روبرو میان. جواب درست هر سه تا گزینه هستش. سوال 11 ویدیو داریم. Warum müssen Sie vor dem rechten Abbiegen warten? چرا باید قبل از پیچیدن به سمت راست توقف کنیم؟ Wegen der Radfahrerin به خاطر دوچرخه سوار، wegen der Fußgängerin به دلیل عابر پیاده، wegen des schwarzen PKW به دلیل ماشین سیاه. جواب درست بچه‌ها ما باید به دلیل دوچرخه سوار و همچنین به خاطر عابر پیاده توقف کنیم. سوال 12. Sie wollen aus einem gerunden Stück nach rechts in eine Straße einbiegen. Vor links kommen Radfahrer. Wer muss warten? شما می‌خواهید از یک ملک شخصی بیرون بیاین و به سمت راست بپیچید. از سمت چپ داره یک دوچرخه میاد. کی باید صبر کنه؟
Alle müssen anhalten und sich dann verständigen. همه باید صبر کنن و با همدیگه ارتباط چشمی برقرار کنن که کی اول بره. Die Radfahrer müssen warten. دوچرخه باید صبر کنه. Ich muss warten. من باید صبر کنم. جواب درست. Ich muss warten. من باید صبر کنم. سوال 13. Wann müssen Sie vor einem Bahnübergang warten? چه زمانی باید در ورودی یک محل عبور قطار منتظر بمونیم؟ Wenn sich der Schrank senken. زمانی که مانع داره پایین میاد. Wenn rote Blinklicht aufleuchtet. زمانی که چراغ چشمک زن قرمز روشنه. Wenn eine Bahnbedienste eine weiß-rot-weiß-Fahne schwenkt. زمانی که یک کارمند راه آهن پرچم سفید قرمز سفید رو داره تکون میده. جواب درست. بچه هر سه تا گزینه هستش. سوال 14. Was bedeutet diese Verkehrszeichen؟ این علامت راهنمایی و رانندگی به چه معناست؟ Es ist immer zu warten, wenn sich eine Schienenfahrzeug nähert. همیشه باید ما صبر کنیم وقتی که یک وسیله نقلیه ریلی مثل قطار داره به ما نزدیک میشه. Der Schienenverkehr hat immer Vorrang. وسیله های نقلیه ریلی همیشه حق تقدم دارن. Hinweise auf vorhandene elektrische Oberleitungen. هشدار در مورد خطوط برق هوایی موجود. جواب درست. بچه هر سه تا گزینه هستش. سوال 15. Wie verhalten Sie sich hier richtig؟ در این موقعیت چجوری درست رفتار میکنید؟ Ich biege vor dem gelben Fahrzeug ab. من قبل از ماشین زرد دور میزنم. Ich lasse das gelbe Fahrzeug durchfahren. من اجازه میدم ماشین زرد ادامه مسیر بده. Ich biege vor dem roten PKW ab. من قبل از ماشین قرمز دور میزنم. جواب درست. من اجازه میدم که ماشین زرد ادامه مسیر بده. سوال 16. Welche Verhalten ist richtig؟ چه رفتاری صحیح است؟ Ich lasse den grünen PKW durchfahren. من اجازه میدم که ماشین سبز ادامه مسیر بده. Ich muss den roten PKW vorbeilassen. من باید اجازه بدم که ماشین قرمز حرکت کنه. Ich biege vor dem grünen PKW links ab. من قبل از ماشین سبز به سمت چپ دور میزنم. جواب درست. من اجازه میدم که ماشین سبز ادامه مسیر بده. بچه اینجا قاعده قشت فولیس هستش. سوال 17. Was gilt bezüglich gelber Fahrbahnmarkierungen؟ سوال میگه چه چیزی در مورد خطکشی‌های جاده‌ای زرد اعمال میشود؟ Gelbe Fahrbahnmarkierungen gelten nur für Baustellenfahrzeuge. خطکشی‌های زرد فقط برای وسایل نقلیه مربوط به ساخت و ساز اعمال میشود. Gelbe Fahrbahnmarkierungen ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen. خطکشی‌های زرد رنگ اعتبار خطکشی‌های سفید جاده رو میگیره و جایگزین اونها میشه. Gelbe Fahrbahnmarkierungen werden nur vorübergehend angebracht, zum Beispiel an Baustellen. خطوط زرد رنگ به صورت موقتی نصب میشن، به عنوان مثال در قسمت‌های باوشتله که در حال ساخت و ساز هستن. جواب درست گزینه 2 میشه. این خطوط جایگزین خطوط سفید میشن و همچنین به طور موقت نصب میشن، مثلا در باوشتلا. بچه‌ها وقتی یه باوشتله ایجاد میشه این خطوط زرد رو میذارن و دیگه اون خطوط سفید ارزش نداره و ما باید با خطوط زرد رانندگی کنیم. حالا من عکسش رو براتون میذارم تا آشنا بشید. سوال 18. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren؟ کدام یک از وسایل نقلیه اجازه ندارن در یک خیابونی که این تابلو رو داره رانندگی کنن؟
موتورräder موتورسواران، PKW ماشین ها، LKW کامیون ها. جواب درست بچه ها PKW und LKW ماشین ها و کامیون ها اجازه رانندگی در خیابون های با این علامت رو ندارن. سوال 19. Sie fahren in einen so gekennzeichnet hell erleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich؟ سوال میگه شما وارد یک تونل مشخص با روشنایی میشین. چه رفتاری باید انجام بدید؟ Ich fahre mit Abblendlicht. من با نور پایین رانندگی میکنم. Ich fahre mit Tagfahrlicht. من با چراغ روز رانندگی میکنم. Ich fahre ohne Licht. من بدون چراغ رانندگی میکنم. جواب درست من با نور پایین یا همون Abblendlicht رانندگی میکنم. سوال 20. Sie fahren zur Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr. Welche Auswirkung hat das Fahren im Stop-and-Go-Verkehr؟ میگه شما در حال رانندگی در ساعت ترافیکی شهر هستید. چه نتایجی میتونه داشته باشه رانندگی در ترافیک؟ بچه استاپ اند گو یعنی رانندگی توی ترافیکی که هی شما مجبورید توقف کنید حرکت کنید، توقف کنید و حرکت کنید. Meine Fahrzeug verursacht mehr Belästigung für andere. ماشین من باعث ایجاد مزاحمت بیشتری برای دیگران می شود. Meine Fahrzeug verursacht mehr Abgas. ماشین من باعث ایجاد دود بیشتری می شود. Meine Fahrzeug verbraucht mehr Kraftstoff. ماشین من سوخت بیشتری رو مصرف می کنه. جواب درست بچه ها هر سه تا گزینه هستش. رانندگی توی ترافیک باعث مزاحمت برای دیگران میشه، همچنین باعث ایجاد دود آلودگی بیشتری میشه و همچنین مصرف سوختش بالا میره. خب بچه ها میرسیم به قسمت ب سوالات گواهینامه. سوال 1 ویدیو داریم. Warum müssen Sie den Überholvorgang jetzt abbrechen؟ چرا ما باید الان از سبقت گرفتن منصرف بشیم؟ Weil der Traktor nach links abbiegen will. به دلیل اینکه تراکتور الان میخواد به سمت چپ بپیچه. Weil eine Überholverbotsschild in Sicht ist. به خاطر اینکه یک ممنوعیت سبقت توی مسیر ما داره دیده میشه. Weil das Motorrad mich überholen will. به دلیل اینکه موتور سوار میخواد از من سبقت بگیره. جواب درست بچه‌ها به خاطر اینکه تراکتور میخواد به سمت چپ بپیچه. سوال 2. Was sind Anzeichen dafür, dass Ihre Fahrt unterbrechen sollten؟ بچه‌ها چه علامتی نشون میده که باید رانندگی رو ما متوقف کنیم؟ Vermehrtes Gähnen خمیازه های زیاد. Schwierigkeiten beim Spurhalten سخت شدن پیگیری خطوط، یعنی برای ما سخت باشه که توی یک لاین بمونیم، هی خسته ایم و مثلا حالت خوابالود داریم و باعث میشه ما هی خط رو ترک کنیم. Drohendes zu fallende Augen بسته شدن چشم ها که باعث تهدید میشه بچه ها، یعنی ناگهان از خستگی چشمای ما بسته بشه. جواب درست هر سه تا گزینه هستش. زمانی که ما زیاد داریم خمیازه میکشیم یا نگه داشتن خط برامون سخت شده و همچنین پلکای ما سنگین شده، ما باید رانندگی رو متوقف کنیم. سوال 3. Wie schnell darf eine Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren؟ یک خودرو با زنجیر چرخ حداکثر با چه سرعتی اجازه رانندگی داره؟ جواب درست 50 km/h ها. سوال 4. Wo dürfen Sie innerorts einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2 Tonnen an Sonnen- und Feiertagen sowie zwischen 22 und 6 Uhr regelmäßig parken؟
خب بچه ها این سوال داره میگه که ما در کجاها میتونیم به طور منظم یک تریلی رو با جرم کلی 2 تن در مناطق شهری در روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل رسمی بین ساعت 10 شب تا 6 صبح پارک کنیم. این Gewerbegebieten در مناطق تجاری. In Sondergebieten, die der Erholung dienen, auf ausreichende Breiten Straßen. در یک مناطق ویژه که برای تفریح در نظر گرفته شده و در جاده‌هایی که عرض اون به اندازه کافی هستش. In reinen Wohngebieten auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen. در مناطق مسکونی در مکانهایی که پارکینگ های مشخص شده مناسب وجود داشته باشه. جواب درست بچه‌ها، ما اجازه داریم توی مناطق تجاری پارک کنیم و همچنین مناطق مسکونی که پارکینگ های مشخص شده داشته باشه. سوال 5. Was gilt auf Kraftfahrstraße؟ چه چیزی در بزرگراه ها صدق می کنند؟ Wenden verboten. دور زدن ممنوع. Bei Dunkelheit darf schneller gefahren werden, als es die Reichweite des Abblendlichts zulässt. در زمان تاریکی ما اجازه داریم با سرعت بیشتر از اون چیزی که چراغ نورپایین ما روشن میکنه رانندگی کنیم. Einfahren nur an Kreuzungen und Einmündungen. اجازه فرود فقط در تقاطع‌ها و ورودی‌ها داریم. جواب درست، توی بزرگراه‌ها دور زدن ممنوع هستش و ورود به بزرگراه فقط از طریق چهارراه‌ها و ورودی‌ها امکان پذیره. سوال 6. Worauf ist diese Verkehrszeichen hin؟ این تابلو به چه چیزی اشاره میکنه؟ Auf eine U-Bahn-Station. به یک ایستگاه مترو اشاره میکنه. Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr. به یک انحراف ضروری برای ماشین‌هایی که توی ترافیک بزرگراه هستن. Auf die Bundesstraße 22. به یک بزرگراه فدرال شماره 22. جواب درست بچه‌ها، این به یک انحراف ضروری برای ترافیک اتوبان‌ها اشاره میکنه. سوال 7. Was erhöht den Kraftstoffverbrauch Ihrer Fahrzeug deutlich؟ چه چیزی باعث افزایش به وضوح در مصرف ماشین شما می شود؟ Die Benutzung des Navigationsgerätes. استفاده از نویگیشن یا همون راهنمای مسیر. Die Benutzung der Klimaanlage. استفاده از تهویه مطبوع. Die Benutzung der Sitzheizung. استفاده از گرمکن صندلی. جواب درست، استفاده از تهویه مطبوع و همچنین گرمکن صندلی. سوال 8. Durch eine technische Änderung an Ihrem Fahrzeug ist die Betriebserlaubnis erloschen. Mit welchen Folgen müssen Sie rechnen, wenn Sie das Fahrzeug dennoch auf öffentlichen Straßen benutzen؟ سوال میگه به دلیل تغییر فنی در خودروی شما پروانه بهره برداریتون منقضی شده. اگه ما همچنان از وسیله نقلیه‌مون در جاده‌های عمومی استفاده کنیم، باید انتظار چه عواقبی رو داشته باشیم؟ Mit einem Bußgeld. انتظار یک جریمه رو. Mit dem Verlust meiner Versicherungsschutzes. انتظار از دست دادن پوشش بیمه رو. Mit einem Eintrag in Fahrerregister. انتظار یک ثبت در گواهی صلاحیت رانندگی. جواب درست هر سه تا گزینه هستش. احتمال جریمه نقدی وجود داره، همچنین پوشش بیمه‌مون رو از دست بدیم و همچنین توی دفترچه صلاحیت رانندگی ما این نکته ثبت بشه. سوال 9. Was ist beim Rückwärtsfahren mit einer Fahrzeugkombination richtig, wenn die Sicht nach hinten beeinträchtigt ist؟ هنگامی که شما میخواین دنده عقب برید با یک وسیله‌ای که
ترکیب شده. منظورش بچه اینجا این هستش که خودروی شما آنهنگا داشته باشه یا تریلر بهش وصل شده باشه و دید شما به عقب محدود باشه و کامل نباشه یا مختل شده باشه، باید چه کاری انجام بدیم؟ Wenn die Sichtverbindung zu einweisenden Person abreißt, muss angehalten werden. زمانی که دید ما با اون فردی که داره به ما به اصطلاح فرمون میده قطع میشه، ما باید توقف کنیم. Auf einem Betriebsgelände kann auf Einweisung verzichtet werden. از فرمون دادن در محیط‌های تجاری میتونیم صرف نظر بکنیم. یعنی وقتی ما توی یک قسمتی هستیم که تجاری هست، لازم نیست کسی پیاده شه و به ما فرمون بده. Nur beim Einfahren in eine Vorfahrtsstraße ist Einweisung erforderlich. فقط زمانی که ما میخوایم وارد جاده های دارای حق تقدم بشیم لازم هست یک نفر به ما فرمون بده. جواب درست وقتی دید ما با اون فردی که داره به ما فرمون میده قطع میشه، ما باید حتما توقف کنیم. سوال 10. Wann tritt bei einem Anhänger mit Auflaufbremse die Bremswirkung ein? سوال میگه که چه زمانی در یک تریلر با ترمز فشاری ترمزگیری اتفاق میفته. بچه Auflaufbremse سیستم ترمزگیری در تریلرها و یا آنهنگاها هستش. زمانی که ماشین جلویی که آنهنگا بهش وصل شده ترمز میگیره، خود آنهنگا و یا همون تریلر بر اثر نیروی اینرسی که بهش وارد میشه به جلو میاد و همین باعث میشه که یک ترمز فشاری یا ترمز خودکار گرفته بشه. حالا Zeitgleitlich mit der Betätigung des Bremspedals im Zugfahrzeug. همزمان با فشار دادن پدال ترمز در خودروی یدکش، این ترمز توی آنهنگا فعال میشه. Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug. هنگامی که تریلر به سمت خودروی یدکش حرکت میکنه، این ترمز فعال میشه. Vor Eintreten der Bremswirkung beim Zugfahrzeug, damit der Zug gestreckt bleibt. قبل از اینکه اثر ترمز روی وسیله نقلیه یدکش رخ بده. جواب درست بچه همونطوری که براتون توضیح دادم، توی این سیستم وقتی خودروی جلویی که ماشین ما هستش ترمز میکنه، اون آنهنگا یا تریلر به دلیل اینرسی حرکت خودش رو به سمت جلو همچنان ادامه میده و همین باعث میشه که ترمز فعال بشه. پس جواب درست همین گزینه 2 میشه که گفته زمانی که تریلر به سمت جلو حرکت داده میشه بر اثر ترمز، این ترمز فعال میشه. بچه ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودی. ممنون که با لایک و سابسکرایب از من حمایت میکنین. اگه این ویدیوها براتون مفید هست، به دوستاتونم معرفی کنین تا اونا هم بتونن گواهینامه آلمانیشون رو هر چه زودتر بگیرن. خدا نگهدار.